دیدین بعضی وقتا هیچ کاریش نمیشه کرد، مثلا به هر دری میزنی نمیشه، هیچ چی باز نمیشه و من به هر دری میزنم نمیتونم حالمو خوب کنم و این خیلی سنگینه و لعنتی تموم نمیشه. بعضی وقتا اینجوریه زندگی، نمیتونم ازش بیام بیرون، نمیتونم، زورم نمیرسه، آگاهیم نیست در اون حد، حال بده، گرفتگی هست، همه فلسفه‌شو میدونم، مکانیزماشو میدونم، همه رو میدونم و سالها آموزش دادم و ازش استفاده کردم و ازش بیرون اومدم. با این حال خیلی وقتا مواردی که سنگین‌تر از گنجایش و آگاهی منه. تو این وضعیت باید چیکار کرد؟ تو این وضعیت رنج رو باید مشاهده کرد و چشید. این رنج آگاهانه است. این اون وقتیه که شما رو گذاشتن تو کوره، آتیش میسوزونه و این آتش منجر به گداختگی و پختگی میشه. الان شما و هر کسی که الان اینجا نشسته، هر یک از ما در هر سطحی از آگاهی و پختگی هستیم اکنون، همشون مدیون سختی ها، رنج ها، مصیبت ها، درهای بسته زندگی هستیم. همه همینه.